فرمود کسی که زیارت عاشورا را بخواند هر حاجت مشروعی و معقولی از خدا داشته باشد خدا به او میدهد. خود خدا تضمین کرد، مشکلاتت حل میشه، شفای مریض تو میگیری، ایمانت به امام حسین قوی تر میشه. علل خصوص به نیابت از حضرت زهرا بخوانیم و به نیت تعجیل فرج مولایت صاحب الزمان. این دیگه اصلا کولاک میکند، یعنی هر جا بری حضرت زهرا سفارش تو را میکنه. مشهد بری حضرت زهرا میاد به فرزندش علی ابن موسی میگه این هر روز به نیابت من زیارت عاشورا خوند، این گریه کرده در فراق فرزندم مهدی و فرجش را هر روز از خدا خواسته. کربلا بری دیگه حضرت زهرا به پسرش حسین سفارشت را میکنه. کاظمین بری، سامرا بری، به زیارت هر امامزاده بری، یک پارتی حسابی داری. کافی حضرت زهرا فقط یک اشاره به یکی از فرزندان و نوه‌هایش بکند، کارات ردیف به تجربه هم ثابت شد.